الله الرحمن الرحیم. اللهم علی ذکرک شکرک و حسن عبادتک. دعا میکنیم خدا بخشنده مهربان کل مؤمن و مسلمان را، کل مؤمن و مسلمان را و کل مؤمن و مسلمان را دعا میکنیم خدا بخشنده مهربان برای مستقیم هدایت گردانند و نفرانی که خواستند که ما در حقشان دعا کنیم انشاءالله. انا در روز مکه ما هم انتظار شدیم که با مکه میرسیم که در نزد مکه در حق شما دعا کنیم. دعا میکنیم خدا بخشنده مهربان که اول ایمانتون را مستحکم گرداند، دوم دعا میکنیم که خداوند تنتون را صحت نگه دارد. دعا میکنیم که خدا بخشنده مهربان برای راست برای دین اسلام مستقیم هدایتتان کند. هو اول و آخر و ظاهر و باطن و هو و کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. زنده باشین. خدا حافظ.